بیل میزنن، سنگ برمیدارن، خشت برمیدارن. رسول معظم اسلام در کنار مهاجرین و انصار به ساختن مسجد تلاش میکنن. این زمین از ایتام بود، از دو یتیم، نخلستان بود، جایی بود که درخت خرما بود. نبی مکرم اسلام حتی در بعضی از روایات هم میاره که در گوشه ای از این قبرستانی بود که نبی مکرم اسلام مردگان را برداشتن و انتقال دادن به جای دیگر، که الان مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم من و شما میبینیم که به چیز زیبایی ساخته شده. این همان مسجد است که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دو یتیم خریداری کردن و مسجد را ساختن. نبی مکرم اسلام در وقت کار این دعا را میکردن: اللهم ان الاجر اجر الاخره فرحم الانصار والمهاجره. ای بار الها، پاداش آخرت هست، پس رحم کن بر انصار و مهاجر. انصار و مهاجرن که کار میکنن. تمام سیرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم برای ما درس. از همین داستان ما چی درس میگیریم؟ نبی مکرم اسلام کار میکردن، دعا میکردن. نبی مکرم اسلام دوشا دوش انصار و مهاجرین بیل میزدن. دروسی که ما از این میگیریم، امروز ما چرا دوچار اینقدر مشکلات شدیم؟ نه تنها در افغانستان، در خیلی از کشورها چرا دوچار مشکلات شدیم؟ افغانستان میسوزه، تنها افغانستان نیست. وضعیت سوریه، وضعیت عراق، وضعیت یمن، مشکلاتی که امروز دامنگیر کشورهای اسلامی شده، دامنگیر امت اسلامی شده، به اینه که زندگی مسئولین تا رعیتشان زمین تا آسمان متفاوت شده، تغییر کرده. امروز مثلا در همین افغانستان چرا مسئولین در رئیس جمهور، وزرا، کابینه، پارلمان، قدرتمندان، چرا اینها درد گرسنگان را نمیفهمن؟ چون گرسنگی نمیکشن. اگر رئیس جمهور، وزیر، کابینه گرسنگی بکشه، از حال گرسنگان واقف میشه. سیدنا حضرت عمر نشسته بودن غذا میخوردن، شخصی آمد نگاه میکرد، گفتن بیا غذا بخور. اما تیز غذا میخورد، تیز. گفتن معلوم میشه چند روزی چیزی نخوردی. گفت یا امیرالمؤمنین، من خیر که در قبیله و قریه‌ای که زندگی میکنم مردم چند روز میشه چیزی نخوردن. سیدنا عمر اشکای ریخت، گفت به رب کعبه قسم، به او ذاتی که مرا خلق کرده، دیگه عمر سیر نمیخوابه تا رعیتش سیر نخوابه. رسول معظم اسلام در مسجد النبوی کار میکنن تا آبله دست رسول الله آبله بشه، تا از او کسی که کار کرده از حالش واقف بشن. مسئولین گرسنگی نمیکشن که از گرسنه ها واقف بشن. از مسئولین کشته نمیشه که از حال کشتگان واقف بشن. گفتم نه تنهایی کشور ما و شما، تمام و اکثریت کشورهایی که امروز ما دوچار مشکلات هستیم همینه. امروزه عزیزان من، به اینه که سیرت رسول معظم اسلام برای رئیس جمهور مسلمان هم درسه، برای والی مسلمان هم درسه، برای تمام افراد و اقشار جامعه درسه. نبی مکرم اسلام شرکت دارن به ساخت و ساز مسجد. نبی مکرم اسلام گرسنگی میکشن تا از حال گرسنگان خبر بشن، کار میکنن تا از حال کارگران خبر بشن، سیاست میکنن تا از حال سیاستمداران خبر بشن، تجارت میکنن تا از حال تاجران واقف بشن. همه اینها لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. سیرت رسول الله ما چند هفته میشه میخوانیم، معنا این نیست که والله خوب داستانی هست بیاییم بگیم و بریم دنبال کار خود. همه اینها به ما درس داره. اگر از خانه وزیر و وکیل و بالاخره مسئولین برق بره، احساس بیبرقی میکنن. ای که ملت هرچی فریاد بزنه که ما برق نداریم، خب خانه والی و قماندان و وزیر و وکیل و همه روشن باشه، خب حس نمیکنه دیگه. سال گذشته بود من یک اشاره کردم که بعضی از مسئولین در هوای سرد چنان خانه ناگرمه، سال گذشته که برف بود،
بعد پنجره رو وا میکنه، برفار نگاه میکنه، میگه به به چه هواییه، چی هواییه. داخل خانه که خوب گرم باشه آدم از پنجره برف رو تماشا کنه، خیلی زیبا، منظره بسیار زیبایی داره. اما از او خواهری که، برادری که در غور، در بادغیس، در نقاط دوردست افغانستان، در شرق و در غرب در زیر سردی میمیره و جان میده، از حال از او چی واقف هست؟ 3 روز قبل یکی از دوستان ما از ولایت غور به من 2 تا کلیپ روان کرد. 3 روز قبل و همین جدید، یک مادر انشاءالله 70 سال سنیونه، 70 سال گریه میکنه و چنان میلرزه از سردی و بعد میگه فقط منتظر یک مشت آرد هستم، یک مشت آردی که فقط نمیگه منتظر یک مشت طلا هستم، نمیگه منتظر این هستم که بالاخره برای من میوه نرسیده و فلان و فلان و فلان نرسیده، نه، یک مشت آرد. خب او پیرزن خواهر من و شماست، مادر من و شماست، سردی بخوره مسئولیتی و مسئولین داره، به خاطر که از درد واقف نیست. ما زمانی از درد واقف میشیم که بین مردم باشیم، مثل مردم زندگی کنیم، مثل مردم بخوریم، مثل مردم بنوشیم، مثل مردم خانه ما باشه. برق ما اگر بالاخره از مسئولین قطع بشه متوجه میشن که این برق قطع شد.